سلام به بچه ها، خیلی خوش اومدید با ویدیو قسمت دوم کشتی بچه غول. بچه های کشتی خیلی خفن شد تو قسمت اول که عکسش براتون اینجا میاد، برید و نگاش کنید. خیلی 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 فیلم خوبی بود و بازیداش هم بد نبود. ممنون از شما که انقدر حمایت کردید و بریم برای ویدیو. حتما تا آخر نگاه کنید. چی بخریم براش؟ تور میخواد، تور و باک بنزین میخواد. دوتا تور میتونیم بگیریم. نه، باک بنزین بگیریم به نظر من خیلی بهتره. یه تورم بگیریم. خب بچه ها، توراتون هر بیشتر باشه ماهی بیشتری میگیرم. باز بنزین هاتون هر بیشتر باشه بیشتر میتونید بازی کنید. یه تور خریدم، تور زیاد داشتم و اینو خریدم هم بیشتر بنزین توی 10 ثانیه اول 25 تا برام گرفت. ای وای، این برجک خیلی از این برجک بدم میاد، خیلی بدم میاد. مگه میشه این برجک؟ ایول، اینجا جا نیست. ایول، نه بچه رو همین خوبه. میخوام خوشگل، تمیز، مجاز. ای بابا، این مجازونه رو میخوام مجاز کنم. ای لعنت کنه خودت. پولم زیاد بشه بهتره. بس از این دار بریم بهتره. $80 تا ماهی گرفتیم با $400. ای خدا بگم هر از این برجک ها میزنم 615 تا بهمون داد. خب با $1000 برای اولین بار $1000 داریم. $1000 این چیه؟ این چیه بچه؟ من که نمیدونم چیه. چی مثلا $1000 بهش دادم؟ بچه هایی که اینجا تو کامنت ها بنویسن. خیلی زیادی هم ندارم، $1000 زود جا میکنیم. $1000 با بسنش دیگه. ای اینو بزن، اینو بزن گاب، اینو بزن، اینو بزن، اونو بزن، اونو بزن.
این جلویت رو بزن. خب $700 بهمون داد. $745. بچه هم من که نفهمیدم این چیه. اینو همینجا بذاریم، چیز مهمی نیست. و 3 تا. خب اینجوری بهتر شد. یه دونه مونده ولش کن. خب به نظر شما بابا اینا چی هم؟ ای بابا نه اینو اینجا بود. نمیشه بیشتر از 15 تا گذاشت. خب پس یعنی چی؟ اینم اینجا باز. این چیه؟ اینم بیشتر از 15 تا نمیشه گذاشت. بریم 95 ثانیه داریم. به احتمال اینکه برجک رو بشکنیم نمیدونم، فکر کنم باشه 35 تا ماهی بسه داشته کنه بگرده. نگاه بچه ها این بسابت کنیم چیزی نمیشه، خیلی ازش رد میشه. اینو بزن این جلوی که بزن. برجک رو بزن. برجک رو بزن. این همه چرا برجک رو نمیزنی؟ دیدم که این بذارم حرفای رکیف بزنم. ما چی داریم؟ همینا رو بذاریم دارم. جانم اینو نمیتونم بذارم اینجا بذارم. 15 تا برام اومده. 15 تا من نفهمیدم چیه. بریم خودتم نزدیک بذارم نگردم. همینجوری من میذارم مدارش رو میره برو چششو میاره. بزنش $100 تا ماهی گرفته با $500. 100 تا ماهی $500 و 200 تا ماهی $1000.
800 تا داره. اینا برای بنزین هم حالا اینو بیار اینو به دست بذار یعنی چی؟ ایول بابا اینا وات بنزین هم نمیدونم شایدم نباشم. اینو اگه نزنی بزن میگه ای چقدر قویه. بزنش خود بزنش خار مادر تو. نداریم نه اوکی شدم. حالا اینا هم نمیشه. اینا هم میتونیم بندازیم بفروشیم چیزی نمیشه. بریم سوار بچه بچه. چقدر سرعت بیشتر باشه بیشتر به ماهی میده. نمیدونم چرا نمیدونم. اینا رو میزنه با میفوری هم میده. بزن یکی ببین من حواسم نبود چیزی به من نمیده. اینو بزن بزن جان و مادر برچه بزن 150 تا به اون 760 تا به 1000 دلار شدن. بالاخره دیگه این 1000 دلار رو حرام نمی کنم. اینم باشه چیزای خفن میگیرم. دوتا نیاز داشتم. یه دونه اینجا یه دونه اینجا. نه چیکار کنم چون باشیم چیزی بسازم. یه بلاک 6 تا خیلی سریع‌تر. اگر سریع‌تر باشه بکنم بهتره. آره بهتره. تا گرفتم با 500 دلار. تا ماهی 500 دلار. به چرخی هم ماهی برات میگیرم. کاری هم نمیکنم. 134 تا 151 ماهی گرفتیم با 105 دلار. آها اینجاش خوب میشه.
اینجا رو فقط میذارم برای ماهیگیری و دیگه جلوش هم باید 5 تا فیلم بگیریم. 5 تا رو گرفتیم. پر کن. قشنگ یه دونه اضافه اومد. اضافه شم اینجا میذاریم. 1000 دلار داریم. 4 تا تور بخریم. پولمون 1 2 3 4 و پولمون تموم شد. خب پولمون رو هدر ندادیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. بریم فقط برای کلامون زود شد برای خدا. بریم بگیم کن به چی بگیم. سکار نمیگرفته بزن خب میگه به دنجی ندادم. حالا این چه نتیده؟ 175 تا گرفتیم با 875 تا با 1000 دلار. یه باک بنزین بگیریم. جان با 250 تا میزن. یه تور هم بگیریم. تور اگر تور بیشتر باشه بهتره. 100% بهتره. باید یکی ببر یکی هم بذار. خب 100 بود دارم 105 اینم تازه کاره. خسته نباشید استاد جان. تو 20 ثانیه اول 50 تا گرفت. نازم تا آخر ویدیو 1000 دلار رو داره برده تا آخر این بازی. اصلا این دارم مثل وقت تموم شد. 150 تا اوکی کرده. بزن خب میگم 5 ثانیه میخوام پر شد و همینطور که گفته بودم 940 تا 1000 دلار با 200 ماهی. جونمی جون عزیزم جونم. اینم از غول مرحله آخرمون. به این نگیم غول به چی بگیم غول؟ چیزی نیست که بهش بگیم. خب بچه ها به نظرتون این غول نیست؟ و پارت 3 این ویدیو قسمت 3 این ویدیو رو حتما تو این هفته آپلود میکنم و خدا نگهدارتون.